باز هم بیننده های عزیز خوش آمدیم. در این بخش برنامه با کسی هستیم که اولین شخصی است که مدلینگ را در افغانستان مروج ساخت و آقای عبید زازه. شما را خوش آمدید میگم به برنامه. با روز عید را همچنان بر شما و بر شاگردایتان تبریک میگم. تشکر. عید شما مبارک باشه. سلامت باشید. خدای دې وکړي چې د دې ورځې مو ښه پیل کړې وي، د اختر ورځې وي، تاسو میهماندار او شما میهماندار بودین، حتما زلام شدین و روزیتان قبول به درگاه خداوند. تشکر. ما میهماندار بودیم، شما مهمان بودین. ما مهمان بودیم در مثل روزی، در اکثر تلویزیون‌ها میهمان بودیم، ما در رسانه‌ها می باشیم و دوستا و خویشاوندار میمونیم. بعد از عید یا بعد از شب اگر بریم طبعا خاطر زازه صاحب د دې پوښتنې به د موډلینګ او د جامو په اړه باندې درځنې کیږي. زازه صاحب راته وایي چې څو اولاد لري، څو ښځې کړي دي، څو سخت سوال نو مالو چې همدا سوال خو دا سوال کوي. دا سوال زه شاید پرېږدم ستړي ته. ښه دا به ستړي سوال بل د بل واده پلان لري او واده چې دی وکړي بیا راته وایي او څه چی یک سوال از من چند زن گرفتین خیر چانس بر میسوزانه. خب باشه سوالتون برای اگر اولادتون باشه شما در این بخش کار میکنین سرشون؟ چون این بخش مزید دوزارم بخش از فرهنگی است، فرهنگ افغانستان است، عنعنات افغانستان است. من به نهایت خوش هستم که به خاطر من رای ابریشم جور شد. من در یکی از رسانه‌ها برنامه داشتم که رای ابریشم نام برنامه بود که همه وکیلا بر من زنگ می‌زدن اون وقتا که چقدر کار خوب است، تو هر سه شنبه اینجا یاد می‌کنی رای ابریشم. اونم برنامه شد که رای ابریشم جور شد و من خوشحال هستم از مدلنگ، چون یک برنامه است که با عزت است، فرهنگی است و ما شما بسیار یک فرهنگ غنامند داریم که باید اکثر سرتی فرهنگ و کار کنیم. واقعا خورشید سوالات زیاد میشه بگوین که چقدر مدت میشه که در این عرصه شما روی آوردین و چقدر شاگرد تا هنوز زیر دست شما فارغ شده و یا هم داشتین؟ ما تقریبا 10 سال میشه رسما آغاز کردیم مدلینگ که اصلا در افغانستان هیچ مروج نبود، نه مدل بوده. کل رسانه‌ها آغازن که اولین کسی که در رسانه رفتیم ما بودیم و شاگردا تقریبا 100 شاگرد بوده که اکثر خارج رفتن و یک چند وقت پیش در آلمان یک فیشنجو گرفته بودن که باز از ما یاد کرده بودن، در فیسبوک ها یا بودن که از جمله شاگردای ما بود. تقریبا 10 نفر بودن که به نمایندگی فرهنگ افغانستان باز و خوشبختانه اونجا قبول هم شدن و می افتخار از این مدلینگ و اجمل جان اقیان شاگردم است که امروز ما از 8 سال پیش کار میکرد و سایل وفای بچه دیگه است کار میکرد. حالی ایتسی گروه دیگه هستن و تقریبا امروز کار کردن دیگه. چون اگر کس مطالعه نداشته باشن از دوستای پرزنترها خواهش میکنم که باید اینی سوالی که از من میشه باید به مراتب از اونا شون که شما از کجا آغاز کردن. فرض کنید اگر شما یک پنزه نخوانین، پانتون نخوانین، نطق شده میتونین؟ یک کس از بیرون میتونه نطق شده بتونه؟ چون ما سرش کار کردیم، در پاکستان کار کردیم، در اندام کار کردیم، در هندوستان تقدیرنامه طلایی دارم، گلدن تقدیرنامه دارم، ایوارد ملی از ریاست جمهوری دارم، از زردوره جمهور و کارهای بیشتر کردیم. این کسایی هستن که در رسانه بیشتر ما که میگن که ما اول هستیم یا دوم هستیم، میگه بالکل غلط است. اولین بار شروع کردیم، خودم شروع کردیم، چون در تصویر آدم دروغ نمیتونه گفت. بسیار بد است. واقعا زازه صاحب همدا کسان ستا شاګردان دي او له تاسو سره کار پیل کړی دی. تا د چا نه الهام واخیستی؟ څنګه دې فکر پیدا شو چې باید داسې یو کار وکړم چې د افغانستان دغه کلتور، دغه عنعنات، دغه فرهنګ وساتم؟ زه ډېر وړي کوم چې ما د ډیزاین کې مې ډېر لایق وم. فرق کور دیکور که دیر خپیدلمه فرض که شپه 15 سال که ما تایید وزارت معارف نه جایزه راغله نسبت به لباسومه چې ما سپورتی لباس وغوسه و دیر خواه کرده بون اگر نه ما کور که میشه دست یو شی ما تا جور که زه بودی که اون پیدلم بیا هغه ما تا خیاط ویلی و از چې ما وختي ما غشه تا جور کوم نو دیزاین سم دیر شوق و بالاخره بیا مدلینگ تلاړم او مدلینگ می کار وکم نو د لاس کال خزلیګم. دغه پروسه څومره مشکله ولرته په لومړیو کې په افغانستان کې دغه پروسه عام کول د خلکو ذهن ته دغه تر څو چې خلکو ذهن روښانه کوي
یا در روخانه کامل خیلی مشکل خبره داره چه تو خیلی چی فرض که دست یه لباس اوغنده تو وصلش کنه یا دای مال لباس شده در تو کل وصلش مگه ما مروش کرد و اکثر وادونو که متاسدو کنه طول وادونو که افغانی لباس میدی نسبت به درشه نسبت به در نور فرهنگو خپل افغانی لباس مو دیر مروش شویدم حتی ما تکرسه بیول چه زدیر خوشحالیم چه تای مالونگه و چپن جمده ساتل هر تلویزیون سه مال با چپن خبری که و ما قرقله خبری که نانده افتخار زاید سریت چه خپل یو کار و دود و فرهنگ مخیوسی آها شما بیشتر از فیشن شوهایتان گفتین که در خارج از افغانستان است با وجودی که در داخل افغانستان هم است در چند کشور خارج شما شوها داشتین؟ ما در هندستان بهترین شو داشتم که حتی رئیسای تلویزیون ملی کلاه خود په کلاه خود بالا منداختن از بس که ما زیاد تشویق شدیم و باور میکنه که ده مملکت باز پشت خود آوردیم همراه ما یک شاگرد دکتر بود دو پسر دیگه بودن که ما بسیار فیشن شوی جالب داشتیم و قابل تقدیر هم شدیم و مردم انتخاب کرد اونجا که بود تقدیر هم دارم باز برنامه آینده بخیر باز بعد از این برنامه چون حال روزایی دیگه بس از این این باشه که ما تقدیر هم نشان بدیم آوردار نشان بدیم بهتر نیست که سر خوردن گپ بزنیم که ما چی بخوریم شما سلام نمیکنین نردی پرزنتر بسیار زیبا شیشتیم ما رئیس سلام نمیکنیم شما چرا بخورین ای خو این نفرات گپ نمیزنن نفرای روزه گرفته ما شما روزی خوردن فعلا گرفتیم که نام نمیکنیم از گپ زدن یا از گپ زدن دیگه خودشون گپ بزنن خب شما برشان مرکبتین؟ ای خو گپ میزنن روزیش مایده شد بخیر این دعوتان تبریک میگم تشکر از طریق تلویزیون شما به مردم مسلمان افغانستان تبریک میگم سلامت باشین نامتون علی جان چقدر وقت میشه که امروز استاد هستی حدود 1 سال یک سال علی میشه جان تازه به کابل آمدن در ایران زاده شدن و کلام در ایران شده تقریبا 2 سال میشه که آمدن اینجا و 1 سال هم میشه که با ما کار میکنن چون نوام هستن امروز ایزد کار سرشون شد ما یک ناراحت شدیم در علی جان میشه بگوین که شما را به این کار بیشتر کی تشویق کرد؟ بیشتر تنها کسی که ما تشویق کرد همشیریم یک همشیره او دیگه خوش سلیقه بود کالای لوکس میپوشید تو هم گفته که برو بچی خیلی او ما زیاد خوش داشت مثلا که میگم مدل باش واقعا سلام به خودتم عیدتون هم مبارک علیکم السلام احمد بلال هستم سلام اولتر به همه به شما از طریق تلویزیون شما به ملت افغانستان تشکر و خودتون بگوین که بلال جان چقدر وقت میشه امروز استاد هستین مدت 1 سال میشه که با استاد محترم هستم زیر تحت نظر و زیر دستشان کار میکنم واقعا راضی هستین یعنی به حد راضی هستم 100% از 100% اون که بالاتر می بود رو روزانه چند بار سرت کار میشه بله روزانه چند بار سرت کار میشه حالا استاد حق داره هر بار کار میشه ما یک چیز جدید رو یاد میگیریم بله تغییرات در خود میاریم واقعا و شما هم خوش آمدین عیدتون مبارک خوش باشین سلام عرض ادب خدمت شما خدمت بیننده های تلویزیونتان و تمام ملت افغانستان تا د قندار لباس اغوسته باید پښتو خبرې کولای سم راکم خبر نست واقعا پښتو خبرې کولای شي یعنی واه د لباس راته وایي چې اول خو راته وایي څونه وخت کېږي چې استاد سره کار کوي یو نیم کال کېږي چې استاد سره یم ښه نو مدلنګ کوم استاد سره استاد نه ډېر راضي یم او څنګه څه به چې ته مدلینګ دی غوړه کړته کېدلی چې خو پهلوان شوی وای امکان لرلو خو ما چې و ډېر شوق علاقه د ورزشکتوب نه و نو مدلنګ مې ډېر خوښ وي خاطر به نو راغوم دا سټایلی لباسونه دي خو خېدل چې باید اغوستي وي او دا لباس کوم ځای دی دا لباس د قندار ده او دا نوې شیب ده ښه نور لونګي د قندار ده دا څه ورته وایي شلوار پرتګي چې ده د قندار ده واقعا او نور بس هغه نو وخت چې تاسو فکر راوستلی دی د دغه دی د ګاڼې خو دا ودرېږي د کودرېږي ودرېږي تاسو ودرېږي لباس بکنید خب لباس رو میگفتم که لباس خنداری است و یک چیز جدید است تنبانش در 6 متر جور شده گیبی بسیار کلان است و دیگه خالی تنبانش 6 متر تا تنبانش در 6 متر جور شده بسیار کلان است قنداری ها با تنبان کلان میپوشید و این لونگیش کس لونگیش قنداری است و چپایخانش کلان مکمل چند متر کار شده مکمل یک 4 متر لونگیش است 6 متر هم چی 10 متر 12 متر بگیر 12 متر الله سبحان کن خودشم شما باعث نه بسیار زیاد تشکر سلامت باشید شما هم استاد شدین که کارهای شما رو هم ببینید یک واسکت بسیار مقبول داره در خانه گفتم شور بیار نورده اینا هم مقبول هستن این واسکت هم مقبول است
دیگه ایده‌ام کریستال کار شده. کریستال است که رنگ است، شیشه رنگ است. از اینه شیشه در عادی چند است. متر تکه آماده شده؟ این در 4 متر است. لباس های عادی و است. این بوتایشون هم پیزار شام که است. پیزار شام سابق در افغانستان هم پیزار زیاد می پوشیدن، نالی زیاد می پوشیدن که با پشت و کناوی بتا می گفتیم. دیگه اینی لباس هایی است که جدیدن طرح شده. آها شما میتونید دیره مالا پیشترشون زیاد مقبول است خب چون نمیشن. واقعا. و خیر حال دیگه ما یک گیم داریم که باید با خودت بازی چقدر خطرناک گیم. خطرناک گیم است. شما این گیم خطرناک نیست، خطرناک معلوم میشه. خطرناک نیست نه؟ چی گفته؟ این چندین باری پرسان شده. ما از دکتر نخواستم. یک تا دیگه شده. یک چند بار پرسان شده از کسی. دیگه بخوام سر ندیدم شانس تو دیگه 5 اسم گفته با حرف سین. 5 اسم به حرف سین. بس حالا ما بگیم تو باید. خب شما از گیم بگوی، گریختیم. شما استادش هستید. ما از گیم گریختیم شما باز مرا. خب خیر خب، هر بوتی کدامشان برسیم یک که از- دانه نگویند که به استش تو سم یک برسد. تا تو بگو. سلیمه سلیمه. آها. تو یک تا بگو. سمیه سمیه. تو نامدگی خودم است ساحل. ساحل. سلیمان. و یک تا دیگه. آها. ساره. سارا. خیلی خوب. چقدر هوشیار و گیر سر ما بازی میکنه شما واسه اون تیر ما آوردم سر از عملی ساخت میگم مفتنی شاگرد بودم شاگرد است. خوب موفق بودم در هر بخش باید آماده نه. باشم. خب گپ زدن آها خودش. اجور فکر کنم وقت برنامه ما خیلی کم صحبت است. امروز اجازه آها خیر کرد. بسیار شیرین بود. بله زنده سپاس باشین. فراوان که آمدین و گپ ما رو در زمین انداختین. استیو میدر آمدین با ما برنامه دادین. سپاس فراوان از شما و از شاگردایتون. زادست ډېر زیات من چې راغلی زموږ بل نه والله خیر سه تاسو نه مننه او دیر خدایی که در عید مخ تیر کردی و شما بسیار زیاد تشکر. آرزو زنده میکنم باشین. که عید قربان و می زیبایی براتون گذاشتین خدا کنه که و لباسای زیبا براتون تهیه کنیم. انشالله باشین. انشالله وعده است امر شما ما میبینیم انشالله. خیلی در عید قربان. زادي صاحب وعده وکړه چې ان شاء الله موږ به دوی براته ښه خوندور لباس جوړوي او په خوندور لباس سره به که برنامه ما دیگه هم رنگین تر شه با لباس از اونا ډیره مننه. ښه راغلاست خیر بیا هم صاحب. مننه. خدای پاک. د تاسو هم مننه. ښه وختونه ولرئ. په ګډه باندې ووایو چې ژوندی دې وي ژوندی دی افغانستان دی.